سلام، من ایمان ربیعی هستم. خوش اومدیم به یوتیوب من. ما در این برنامه قرار شد که راجع به موضوعی صحبت کنیم که خیلی حائز اهمیته و درک و فهمیدنش باعث میشه ما خیلی دید متفاوت و دید درستری نسبت به تمام مسائل زندگیمون داشته باشیم که شاید خیلی وقتا برامون سوال شده و جوابش رو پیدا نکردیم. و اون سوال اینه که چرا ما به اشکال مختلف تو مکانهای مختلف به شکلهای متفاوتی به این دنیا میاییم. یه نفر تو آفریقا به دنیا میاد که حتی آب برای خوردن ندارن، یه نفر توی نیویورک به دنیا میاد به اون وضعیت زندگی، یا و خیلی جاهای دیگه. یه نفر خیلی خوشگله، یه نفر ظاهر درستی نداره، یه نفر کوره، یه نفر کره، یه نفر فلجه، یه نفر با هوش خیلی بالایی به دنیا میاد، یه نفر نابغه است با هنرهای مختلف، استعدادهای مختلف. چرا؟ دلیلشون چیه؟ تو این برنامه قراره که راجع به این مسئله صحبت کنیم، ولی برای اینکه به این مسئله درک کافی داشته باشیم و متوجهش بشیم، اول باید موضوع تناسخ رو بهش باور داشته باشیم. موضوع تناسخ موضوع خیلی پیچیده‌ایه و اینکه دارای جزئیات خیلی زیاده، ولی ما تو این برنامه نمیتونیم کاملش بپردازیم. چرا؟ قراره که راجع به یه مسئله دیگه ای صحبت کنیم، ولی حتما در آینده راجع به موضوع تناسخ صحبت خواهیم کرد. در این حد بهتون بگم که تناسخ به این صورته که ما باید باور داشته باشیم که یک مسیری رو قبل از تولد طی کردیم، به اینجا رسیدیم و بعد از مرگ دوباره مسیر دیگه ای رو خواهیم رفت. این موضوع اینجوری نیست که فقط در ادیان وجود داشته باشه. تو ادیان ابراهیمی، مسیحیت، تمام ادیان بهش اشاره شده، یا اینکه تو شاخه‌های دیگه مثل بودیسم، بدانتیزم، تائوئیسم، صوفیسم، تو همشون که اینا شاخه‌های اصلی عرفان بشر هستن، تو تمام اینا بهشون اشاره شده که ما از عالم یا عوالمی میایم و بعد از مرگ به عالم یا عوالم دیگری میرویم. و اینکه موضوع که میخوایم راجع به صحبت کنیم راجع به تناسخ اینه که از نظر علم فیزیک محض هم قابل اثبات هست. به چه صورت؟ به این صورت که دستگاه‌هایی ساخته شده به اسم بایوفوتونیک. اگر شما یک انسان زنده رو پشت این دستگاه ها قرار بدین، پشت دستگاه که بهش نگاه کنید، این انسان دارای حوزه های انرژیه، یعنی حوزه های انرژی مختلف داره با فرکانس های متفاوت هر آدمی، و این فرکانس ها قابل ثبت و اندازه‌گیری هستن که خیلی ها الان علم پزشکی دنیا به این صورته که اگر قرار باشه مریضی تو بدن یک شخصی اتفاق بیفته، اول حوزه های انرژیش تغییر میکنه، فرکانسش میاد پایین و میتونن متوجه بشن که در اون محل قراره که مریضی ایجاد بشه. یعنی مریضی اول از حوزه های انرژی شروع میشه، حوزه های انرژی اون قسمت میاد پایین، بعد مریضی صورت میگیره. و این انسان اگه پشت این دستگاه حوزه انرژیشو میبینین و کامل مشخصه. خب حالا وقتی یک انسانی میمیره، گواهی فوت برای صادر میشه، دیگه قلبش نمیزنه. وقتی این انسان رو بزنید پشت این دستگاه، هیچ حوزه انرژی دیگه اونجا وجود نداره، یعنی شما هیچ ارتعاشی نمیبینید. این انرژی چی میشه؟ کجا میره؟ نیست میشه؟ آیا این امکانش نیست به هیچ وجه که انرژی نیست بشه؟ طبق قانون سوم نیوتن یا انرژی کانسرویشن لا که اصل بقای انرژی هست، انرژی نیست نمیتونه بشه. انرژی یا ترانسفر میشه یا ترانسفورم میشه، یعنی یا انتقال پیدا میکنه به جای دیگه، به شاخه دیگه از واقعیت، یا تغییر شکل میده و تو شکل دیگری ادامه پیدا میکنه.
خب پس انرژی نمیتونه نیست بشه، پس ما انرژی نمیتونیم نیست بشه انرژیامون. ما در خود واحدمون یا خود واقعیمون آگاهی هستیم که دارای ارتعاش هست، انرژی هستیم که دارای ارتعاش هست و ما از بین نمیریم، نیست نمیشیم، یا ترانسفر میشیم یا ترانسفورم میشیم. خب از تناسخ که بگذریم، ما قراره راجع به یک مسئله صحبت کنیم، یک مبحثی صحبت کنیم به اسم پارامی. پارامی یک واژه سانسکریت هست به معنی، یا که در انگلیسی بهش پرفکشنز هم میگن، به معنی کمالات یا فضائل. حالا پارامی چیه؟ ببین پارامی مثل صندوق اعتبارات یک شخص میمونه، صندوق اعتبارات یک شخص که ما این صندوق اعتبارات رو از زندگی قبلی با خودمون میاریم، در این زندگی میتونیم کم و زیادش کنیم، استفاده کنیم ازش و با خودمون ببریمش. خب این صندوق اعتبارات شخصی که بهش میگیم پارامی همیشه همراه ما هست، کم و زیادش میتونیم بکنیم. حالا چجوری این پارامی کم و زیاد میشه توضیح براتون خواهم داد. ببینید میزان کمالات، فضائل، آگاهی ها و چیزایی که تو این زندگی ما کسب میکنیم سطح انرژی ما رو، سطح ارتعاشش رو کم و زیاد میکنه. یه آدمی که سطح انرژی بالایی داره، ما توی جمع میریم کامل میتونیم مشخصه، یعنی کامل میتونیم حسش کنیم که این آدم چقدر انرژیش مثبته، چقدر انرژیش خوبه، چقدر آدم کولیه. میدونید چی میگم؟ میتونیم حس کنیم این آدم یعنی ارتعاش بالایی داره. خب این سطح آگاهی باعث بالا بودن ارتعاش این شخص میشه. خب و اینکه ارتعاشات وجودیش تغییر میکنه دیگه، و این ارتعاشات وجودی با انجام کارهای خوب و بدی که ما در طول زندگی انجام میدیم تغییر میکنه. پس یعنی سطح پارامی ما با انجام کارهای خوب و بدمون تغییر میکنه. داخل پرانتز بهتون بگم کار خوب و بد نه از دید اجتماع، نه از دید دینتون، چیزایی که خودتون وجدانتون مشخص میکنه که اون کار درسته یا اشتباهه. توی مثلا مثال براتون بزنم، تو دین اسلام میگن که شما متعدد میتونی ازدواج کنی ولی مشروب نمیتونی بخوری. در دین مسیحیت میگن که شما میتونی هر چقدر دوست داری مشروب بخوری، نمیتونی ازدواج کنی. کدومش درسته یا غلطه؟ کسی نمیتونه تشخیص بده. اگه شما تو اون جغرافیا به دنیا اومده بودی باید اون قانونا رو رعایت میکردی، یا تو این جغرافیا قانون دیگه ای. ولی بحث این نیست، بحث اینه که خوب و بد و خودتون تشخیص خواهید داد. معمولا اینجوریه که شما اگه کاری بکنی که ذهنتون شروع کنه توجیه کردن که من به این دلیل به این دلیل به این دلیل کار کردم بدون که کار اشتباهی کرده بودین، و خودتون باید اینو تشخیص بدین. 100% وجدانتون شما رو راهنمایی خواهد کرد که آیا این کار درست بوده یا غلط. پس این کار درست و غلطی که خودتون تشخیصش میدین میزان ارتعاشاتتون رو تغییر میده، پس سطح پارامی بالا و پایین میشه. من یه مثال بخوام براتون بزنم، مهمترین چیزی که سطح پارامی رو خیلی بالا میبره نداشتن منیته. منیت یعنی چی؟ به این معنی که من اینجوریم، من خوبم، من فلانم، من خیلی اطلاعات دارم، من استعداد خوبی دارم، من آرتیستم، من آدم فیمسی هستم، انقدر فالوور دارم، انقدر فلان. اون نداره، اون فلان، اون کمتر است. یعنی هر کسی رو اگر تو مقایسه قرار بدین و خودتون رو بهتر بدونین، این یعنی منیت. منیت باعث میشه که سطح پارامی در کسری از ثانیه صفر بشه یا در کسری از ثانیه سر به فلک بکشه. خب پس منیت یکی از مهمترین چیزاست. احترام گذاشتن، حتی احترام بیجا گذاشتن، اضافه گذاشتن به یه شخص. امکان داره که شما بگیم ما احترام اضافه گذاشتیم به یه شخصی و جواب برعکس ازش گرفتیم، طرف به ما بی احترامی کرده. It's okay. یعنی اصلا مهم نیست که شما چه جوابی دارین میگیرین، کاری که شما میکنین مهمه. و احترام اضافه گذاشتن که از شما میتونین از نزدیکترین کسای زندگیتون شروع کنین، همسرتون، دوستتون، خانواده‌تون و هر دایره‌شو بزرگتر کنین. این احترامه
اگر شما اضافه بذارین امکان داره در اولش جواب خوبی نگیرین از این قضیه، یعنی بازگشت بدی بگیریم، ولی در آینده تاثیر بزرگی روی اون شخص خواهد گذاشت. حالا نمیخوام وارد زیاد مسائل روانشناسیش بشم، ولی احترام گذاشتن و منیت خیلی تاثیر بزرگی روی پارامی داره. حالا میخوام بهتون بگم که این پارامی رو کجا میتونین استفاده کنین. پارامی رو همه جا میتونین توی زندگی ازش استفاده کنین. میتونین یه نفر مثلا میگه من خیلی ذهن آماده ای دارم، خیلی ذهن قوی دارم، میرم تو خیابون توی یه حالتی قرار میگیرم، یه مدلی میشم، میگم خدایا مثلا یه جا پارک واسه من پیدا کن، یه جا پارک خالی میشه میرم اون تو. خب اوکی، تو پارامی تو هزینه جا پارک کردی، میتونین این کارو بکنین، میتونین هزینه جا پارک بکنین پارامیتونو، میتونین بسوزونین برای روابط عاطفیتون، برای پول، برای هر چیزی میتونین استفاده کنین ازش. صندوق اعتبارات دیگه. و اینکه یه مثال براتون بزنم، یه بچه‌ای رو فرض کنین که یه کیسه الماس دستشه و تو خیابون داره راه میره، یه بستنی فروشی میبینه، بستنی یخی میخواد بره بخره، میره یک مشت از این الماس میده، بستنی یخی میخوره. خیلی دوست داشت، دوباره امتحان میکنه، هی پولشو برای این الماسا رو مشت میده، بستنی یخی میخره. خب حالا این پارامی شما متوجه شدین که دارین برای چه چیزایی استفاده میکنین ازش و متوجه شدین که پارامی چی هست. الان به این فکر کنین که پارامیتون رو کجا باید خرج کنین، پارامی تو چه زمینه‌ای باید مصرف بشه، پارامی که برای زحمت کشیدین، از خودتون گذشتین، از غرورتون گذشتین، خیلی جاها کوتاه اومدین، احترام گذاشتین، معنیت نداشتین، چیزی که خیلی سخته، چون معمولا تو مسائلی که باعث میشه سطح پارامی بره بالا، مسائلی که شما مقابل ذهنتون قرار میگیرین. یعنی جنگ اول که جنگ بزرگی هم هست با خودتونه، یعنی باید با خودتون بجنگین که بتونین پارامیتون رو ببرین بالا. این سخته ولی جواب خیلی بزرگی میگیرین، یعنی به جایگاهایی خواهید رسید که اصلا باورش نمی کنید. چرا؟ چون که سطح پارامیتون رو بردین بالا. پس خیلی مهمه که این پارامی هزینه چی بشه. فکر کنین به این که برای چی اصلا به این دنیا اومدین اینجا که چه چیزایی رو به دست بیارین. میتونین پارامیتون رو برای اونا هزینه کنین. که توی پرانتز فقط بهتون بگم که قراره ما اینجا سطح آگاهیمون بره بالا، پس میتونین پارامی رو برای بالا بردن آگاهیتون استفاده کنین ازش. خواستن این چیزا یه چیز قلبیه، یعنی شما قلبی بخواین که به اون خواسته برسین. حالا طرف میاد میگه که من دیدین یه نفر رو مثلا دست به خاک میزنه طلا میشه، شاید دورتون دیده باشین، من دیدم خودم، هر کاری دوست داره میکنه موفق میشه توش. یه نفر هست که هر دری میزنه بسته است، همون کار رو داره میکنه، آدم باهوشیه، آدم زرنگیه، ولی همون کار رو انجام میده و هیچ نتیجه‌ای نمیگیره، هی بدتر و بدتر، هی به در بسته میخوره. ولی یه نفر نه تو هم شرایطی ولی هر کاری میکنه خوبه، یعنی جواب خوب میگیره ازش. چرا؟ این یعنی که سطح پارامی اون آدم متفاوته، یعنی اون آدم از پارامیش داره استفاده میکنه تو این زمینه و پارامی هم داره که داره استفاده میکنه ازش. حالا این برای این مثالی که تو این دنیا هست، برگردیم به اول قضیه که گفتیم چرا ما تو اشکال متفاوت و شکل‌های مختلف و جاهای مختلف داریم به وجود میاییم. ما وقتی از این دنیا میریم این پارامیه رو با خودمون میبریم، اوکی؟ و اینکه میخوایم دوباره متولد بشیم، یعنی اون روح فردیت یافته، اون آگاهی فردیت یافته ما که روح خودمونه میخواد دوباره زندگی رو تجربه کنه، یعنی بودن و تو این دنیا رو تجربه کنه. اوکی؟ قراره که به این دنیا بیاد. حالا راجع به این مسئله باز صحبت خواهیم کرد علاوه علمی فیزیکی که حالا چی اتفاقی میفته و که میدان کوانتومی به ما جواب میده و اینکه ما میتونیم تو این زمینه، تو این دنیا، تو این واقعیت زندگی رو تجربه کنیم. حالا فرض کنیم که اون روح فردیت یافته میخواد جسم رو تجربه کنه. اوکی، قراره که بیاد تو این دنیا. چجوری میشه که جاها عوض میشه، اشکال عوض میشه، فلان فلان فلان.
فرض کنید که شما میخوایم برین نمایشگاه ماشین بخرین. اوکی، وارد نمایشگاه ماشین میشین، یا آقای میاد بفرمایید چی میخواین، چقدر هزینه، چقدر بودجه دارین. شما میگه آقا من 100 میلیون پول دارم، میخوام ماشین بگیرم. طرف نشون میره تو حیاط اون مثلا پیکانه هست مال مدل 57 دور تا دور رنگ فلان فلان، اون رنوه هست، اون حالا ماشینایی تو اون سطح دیگه داغون و خیلی کار کرده و قدیمی و این داستانا. یه موقعی هست شما میای میگی که آقا من 100 میلیارد دارم میخوام ماشین بخرم. طرف شما رو میبره تو اتاق پرایوت خودشون، میشونه قهوه، شکلات فلان. اوکی، حالا ما اینجا بنز فلان مدل داریم، BMW فلان مدل داریم، پورش داریم و تو بین اینا شما میتونی انتخاب کنی. شما میتونی تشخیص بدی که کدوم ماشین رو میخوای انتخاب کنی دیگه، چقدر میخوای هزینه کنی. حالا اینکه شما تو چه سطحی قرار میگیری، اون میزان پارامی است که مشخص میکنه که شما تا چه اندازه‌ای میتونین ماشین بخرین، چه بدنی، چه جایی قرار بگیرین و تو این دنیا یا ناسوت قرار بگیرین که این زندگی رو تجربه کنین. پس پارامی باعث میشه که شما وقتی که میخواین به این دنیا بیاین، اون میزان پارامی که تو زندگی قبلی داشتین تو این زندگی جایگاهتون رو مشخص میکنه. علاوه بر اون مسئله دیگه‌ای هست به اسم دارما که اون هم در آینده راجبش صحبت خواهیم کرد که دارما مسیر زندگیه که شما باید طی کنین، نیازتون نسبت به یادگیریتون، نسبت به آگاهیتون که براتون تعیین میشه، که میدان کوانتومی مشخص میکنه که شما چه نیازایی دارین تو این دنیا که باید تو این زندگی تجربه کنین و یاد بگیرین و سطح آگاهیتون بالا بره. اون مسیر به اضافه اون میزان پارامیه مشخص میکنه که شما چه اتفاقایی براتون قراره بیفته تو این دنیا، چه جایگاهی باید قرار بگیرین. که ما اکثرا نظرسنجی که کرده بودم تو اینستاگرام همه گفته بودن که شانسیه، عدالتی هم وجود نداره. اتفاقا این قضیه خیلی عدالت داره. بالاترین درصد عدالت رو میشه تو این قضیه پیدا کرد که طرف وقتی توی زندگی قبلیش زده 10 نفر رو کشته، پلیس هم رسیده داشته فرار میکرده کشتش، خب تموم شد. اون 10 نفر رو کشت و حق 100 نفر رو خورد و مرد دیگه، تموم شد. خب همین این که خب نمیشه که. خب این آدم تو زندگی بعدیش پارامی نداره دیگه، پارامیش از بین برده با کارهایی که کرده. امکان داره تو 10 تا زندگی آیندهش هم این پارامی تاثیر بذاره روش. خب چرا یه نفر به دنیا میاد توی خانواده فقیر کل زندگیش باید گدایی بکنه؟ خب یه داستانی هست. یا چرا اصلا طرف مسخ میشه؟ مسخ که شاخه‌های تناسخه، نسخ، فسخ، مسخ، رسخ، 4 تا شاخه است. چرا تو حالتی قرار میگیره که اصلا امکان داره تبدیل به یک حیوان بشه یا چیز دیگه‌ای به تو این دنیا بیاد؟ امکان داره هم تجربه کرده باشن، میلیاردها بار ما اومدیم تو این فضا زمان رو رفتیم. ولی داستان اینه که چی باعث میشد که الان میدونیم پارامی باعثش میشه که شما چه اتفاقاتی براتون بیفته. ثروت واقعی ما این پارامی است. این چیزیه که ما به خاطرش خیلی کارا رو باید بکنیم یا نباید بکنیم. این سطح پارامی ارتعاش ما رو تو این دنیا میبره بالا و در زندگی های بعدیمون میتونیم ازش استفاده کنیم. پس همه چی اینجوری نیست که خب ما اینجا هر کاری کردیم پول هر کی خوردیم و نمیدونم دیگه هر کاری دلمون خواست کردیم، به هر کی دلمون خواست دروغ گفتیم، پشت هر کی دلمون خواست غیبت کردیم، اونم نفهمید، تموم شده رفت. اصلا این خبرا نیست. ریز حساب کتاب داره. اگرم تو این دنیا یه موقع هست یکی هست میگه آقا این طرف حق 100 نفر رو خورده، هنوز اون بالاست، هنوز وضع مالیش خوبه، هنوز فلان. اولا که ما زندگی شخصی هیچ کس خبر نداریم که چه اتفاقاتی داره براش میفته. امکان داره اون آدم از درون شب نتونه 1 ثانیه با خیال راحت بخوابه، همون زرجی که داره میکشه کافیه. ما از زندگی هیچ کس خبر نداریم که درون اون آدم چی داره میگذره. جدا از اون قرار نیست همه چیزی تو این زندگی تموم میشه برای اون آدم. زندگی ها قراره بیاد بکنه و اون آدم بارها و بارها متولد خواهد شد تو جایگاه های مختلف و قراره که جواب اون حقایی که خورده رو بده. حالا راجع به کارما هم مفصل صحبت میکنیم. ببینین فرصت برای به دست آوردن پارامی تو زندگی زیاده.
مخصوصا وقتی که حال اطرافیانمون بده. وقتی حال همه اطرافیانمون خوبه، همه چیز گل و بلبله، همه چی خیلی اوکیه، خب ما پر انرژی باشیم، شاد باشیم و کارهای قشنگ انجام بدیم، هنری نکردیم. هنر اصلی وقتیه که حال اطرافیانمون بده، حال نزدیکانمون بده، حال جامعهمون بده و خیلی چیزای شبیه به این. تو اون لحظه ما اگه بدونیم که خب ما چی کار باید بکنیم، اصلا چرا اینجاییم، رسالتمون چیه، باید چجوری میتونیم که با انرژی مثبت اینو انتقال بدیم و حال اطرافیان رو خوب کنیم، این سطح پارامی رو میبره بالا. و بالا رفتن سطح پارامی به اینجا میرسه که میگن فلانی چقدر خوششانسه، چه همسری گیرش اومد، چه زندگی داره، چه معامله ای کرد، چه فلان، چه بیسار. نمیگم که پارامی رو به شکل معامله ببینینش که خدایا ببین من این کمک رو دارم میکنم، ببینه برگردون به ما، این معامله است، این خیریتی توش نیست، این کار خوب نیست. امکان داره شما به یه فقیری کمک کنین یا کمکتون اصلا نداشته باشین پول کمک کنین، طرفو میبینین گوشه خیابون، فقط دلتون براش میسوزه که چرا این باید الان اینجا باشه. امکان داره اصلا پول نداشته باشین کمک کنین. خب همین دل سوختنه یعنی تمامی، یعنی انسانیت. این یعنی شما پارامی خواهید داشت. این وقتی به این درجه برسین از انسانیت، یا اینکه به این باور برسین که آقا من مثلا مادرم زنگ میزنه بهم میگه پاشو شب بیا، فردا شب بیا خونه ما، شما حالشو نداریم بریم، خب لازم نیست بیاین بگین که من باید برم فلانجا فلان کارو کنم نمیتونم بیام. کافیه. خب چرا پارا میتونه واسه این دروغ میسوزونین؟ ببینید چی رو بهتون میگم، شاید خیلی راحت تر باشه. ما میتونیم شکل دیگه ای حرفو بزنیم. مثلا من الان شرایطش رو ندارم که بیام پیش شما، میتونیم اینجوری تغییر بدیم و به این باور برسیم که آقا نیازی نیست من بخوام این کارو بکنم. وقتی این کارا رو انجام بدین خود به خود ارتعاشاتتون تغییر میکنه، خود به خود شکل زندگی کردنتون عوض میشه و اینو میفهمید و همین باعث میشه که شما دیگه به این نتیجه برسین که درست و غلط بودنه باعث تغییر ارتعاشات وجودیتون میشه و اینکه شما تو این حال انقدر آرامش خواهید داشت، انقدر زندگی بهتون آرامش میده که احساس میکنین همینه، یعنی درستش همینه، من باید اینجوری باشم و از اون شرایط انقدر لذت خواهید برد که احساس دیگه با سطح مهم نیست تو کجایین، چقدر پول تو حساب بانکیتونه، چقدر دارین، مثلا آیا الان مثلا تو فلان برج هست باشین یا نباشین، مهم نیست، جاش براتون مهم نیست، فیزیک کلاسیکش براتون اهمیتی نداره. این حالی که توش هستین حال خوبیه و این حال خوبه شما رو راضی خواهد کرد. دیگه معامله نمی کنین سر این که چه این کارو میکنم که اونو به دست بیارم، میکنم که اونو به دست بیارم. بعد خواهید دید تمام چیزایی که میخواید، تمام چیزایی که ته ذهنتونه خود به خود براتون اتفاق میفته، خود به خود بهش خواهید رسید بدون اینکه بخواید. اصلا انگار همش زندگی داره میشه معجزه. من اینو نخواستم ولی خدا بهم داد، اینو نخواستم خدا بهم داد. چرا؟ چون میزان پارامی شما انقدر رفته بالا که هر آرزویی داشته باشید بهش خواهید رسید. این یعنی اینکه شما به اون جایگاهی که تو این دنیا باید برسید رسیدید، تو این فضا زمان باید برسید رسیدید. تو برنامه‌های بعد راجع به دو تا مسئله دیگه صحبت می‌کنیم، راجع به کارما و راجع به دارما، که این دوتا هم خیلی مهمه. یعنی کارما، دارما و پارامی، این سه تا مسئله رو اگه درک کنین ریشه قضیه رو پیدا کردین و با فکر کردن تو پس زمینه ذهنتون که اینا باشه، با فکر کردن بهش خیلی دلایل چیزا رو متوجه خواهید شد و خیلی مسیرتون رو خواهید فهمید که چه کاری باید انجام بدید تو این دنیا، رسالتتون رو میفهمید و خیلی کمک بهتون خواهد کرد. مرسی که به ما گوش دادین، مرسی که توجه کردین. اگر احساس میکنین کسی هست که نیاز داره این چیزا رو بشنوه، براش این ویدیو رو ارسال کنین، ممنون میشم، چون امکان داره یه جرقه تو زندگی یه نفر بخوره و مسیر زندگی یه نفر تغییر کنه و حال یه نفر نسبت به همین جای زندگی گیر کرده باشه. امکان داره این مسیرش رو باز کنه براش و ذهنش رو باز کنه و
بفهمه که تو زندگیش چیکار باید بکنه. ممنون اگه سابسکرایب میکنید و اگه نظری دارید، سوالی دارید، کامنت بذارید که حتما تو برنامه‌های دیگه راجع به صحبت کنم و اینکه توضیح بدم. امیدوارم که همیشه حال دلتون خوب باشه، پارامتون رو بدونین کجا خرج کنین، فکر کنین راجع به همه چیز. فکر بهتر از 70 سال عبادته، فکر کردن. ممنون. یا علی.